دستگیریم نمیکنن. هیچ که روز من burada نمیتونم. هیچ که ندارم که ده توکل ندارم که اوچ بستم کنن. صاحبی حفاظان میباشم. جنابی ولی میگه که کامه قرار کسالی رو نگاه کنین اوخی این همه یک کسالی کمی زود من هیچ که نگاه نمیکنم. سفرما دایریه و بعد از جراحی معده امکانیت کار کردنش را یک باره از دست داد. حالا او با 7 پسر در یک خوابگاه فرسوده شخصی پایتخت زندگی فقیرانه دارد. شوهرش هم شغل معین ندارد و برای دریافت روزی در مردکار بازار نزد سلطان کبیر ساعتها نوبت پاییده همچون کراهکار در خانه ساکنان کار میکند. گاهی دیگر همسایه ها با او یاری میکنند. بعضا روزها چون کار شوهرش آمد نمیکند همراه فرزندان گرسنه میگردد. این زنی نیازمند پیشتر کارهای میده چویده میکرد و در برابر شوهر نان آور خانه بود، ولی نشستن در روی بتون خنک و خوردن طعامهای سخت او را گرفتار بیماری سرطان کرد. نفران معیوب و نیازمند همیشه در مد توجه دولت و حکومت بوده. پیوسته با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با آنها کمک‌های هر دفعینه رسانیده می‌شود. سامانه آیلتیجی نیز در انعکاس روزگار افراد زندگی سنگین داشته سهم گذاشته پیوسته در حق آنها غمخوری‌ها ظاهر می‌نماید. قهرمان نوبتی برنامه ما سفرما دایره و نام یک زن ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشد که امروز زندگی پر عذاب داشته با چند فرزند معصوم خود در یک خوابگاه فرسوده و ویرانه واقع در محله سخاوت زندگی می کند. سفرما دایره و چند روز قبل به سامانه آیلتیجی وابسته به انعکاس روزگار پر عذاب خویش مراجعت کرده بود و امروز ما اهل ایجاد سامانه به سراغ این زن کار افتاده و نیازمند آمدیم تا از روزگارش واقف باشیم و به بیننده عزیز خود قصه زندگی پر مشقت این بانوی پر عذاب را نقل کنیم. سفرما دایره و گرفتار بیماری سرطان بوده سال قبل در مرکز سلامتی قریه بالا جراحی شده بود و اینک 1 سال باز روی جوگه بستری می باشد. تفصیلات بیشتر زندگی این زن پر عذاب را در برنامه ما از زبان خودشان بشنوید. 97 ولادت شدم. سال 98 صاحب فرزند شدم. تا سال 2003 در کلوب در یک خانه خشتومن بودم و در خانه خشتومن 2004 در همین دوشنبه آمدم کواتیران با کواتیران منطقه گشتم و 2010 بعد که همین خوابگاه آمدم. 2010 در همین خوابگاه زندگی کردم. من جگاری میفروختم زمستان ها بفلیک میفروختم روزی فرزندام میبردم. امروز که کسانی بیماری سرطان هستم التماس میکنم که همین هموطنان عزیز جناب عالی رستم امام علی را میخوام که یا دستگیریم کنم. من همین قدر 1 سال شده که هیچ که دستگیریم نمیکنم. هیچ که روز من burada نمیتونم. ایلن نردکم برچه چرکی میاره بیسم سیسم مولا داری منو بخره بودکو من اون بخره نمیدانم. نمی 1 سال شده که در جوگایم هیچ که ندارم که ده توکل ندارم که اوچ بستم کنم. من یا بچه سیم که 7 خون ماندگی. Jag så och sen jag ska katta ke på ta så 20
20 pa apenas kaka yaso ta mama nito ka mama kasa kanayu si se manito mekno sama چکنسته ako nafam nest o sama nito kna به خونه تو کی خود میپزه و چهار کسانه؟ ma تا خود میپزه ma akon me pasan tikaya kan seta liposa me soa afto mekna ta khona na ta khopo si ta ke mekne ta so si ta ke mekne چند فرزند دارین خاله؟ صاحبی 7 فرزند می باشیم که 2 فرزند خدمت حربی وطن کده یک تشتا خدمت یک تگش کده جای میرم گفت چرا که قبولش نمیکنن جای کار ده سوم نیسته که برای گنجه در بیزنس کنم سومی ندارم که بیزنس کنم خب بچه ما میرم ای کار خونه میگنه وعدش میکنن وعده دروغه همه بچه بیچونم سر میبرن ساعت 6 بگم بچه کار برا نگه بچه کار با دل تیش میکنه بچه میشه ای خدا نومی نشه میشه یعنی 2 3 مشیره که هر جدا میرم وعدش میکنن دروغش یکم کار خونه نمیگیرش ما یک مردکم کار میکنم تمام دیگه همه فرزانم طلبای مکتبن مردم چی کار میکنن خواهد جان؟ مردکم دیکم بایدم چی بزرده setun ka مردی کار بازار مردی کاره مردکم میرم روزش میشم میومد چه سمپنه روزش میشم نمیومد 3-4 روز بیکار میاد جایش میشن اون نمیومد خدا کن بخرم خدا برکت دمی خبرگیر بیا اگون تینون بیا خدا کن میخواه نه هیچی اینجا بانی های خدا این بانی های یا؟ bana این در همین یک طبقهش 4 نفر زندگی کرده اینه حجرش یک نفر دیگر این حجرش یک نفر دیگر این حجرش یک نفر اینه یک حجرش حجره خوبی همین مونده 2020 رفتم قربالا گفته چرکی خواب کردم روزی 10 بود که جراحی کردم نه جراحی گفته چرکی 20 ینور بود چی کردن خواهد جان؟ جراحی ژلوتکا کردم دیگه چند مرتبه رفتم دکتر نگفتنم که من کسل سرطانم اخیر کودکان میترسفتم گفتم التماس میکنم بگینم که چی کسلم بگینم که من را میانه دوانه گفته پا کسل سرطانی تا باید نشونده ای برا بعد گریسته هم قربالا آمد خدا رو زده کنم آمد من سالی 2013 ارزانه بردم هیچی جوابم نه رد میان میگن که اینا میگن که هیچی جواب میگن استقامت کننده جامعه نیستی برای شما در قید شهر دوشنبه نیست نه نه ما آخی در قید شهر دوشنبه نیستم آخی بودم در قید شهر دوشنبه نباشم آدم می تاجیکستانم آخی بجا برم چکار کنم آخی از بابا کی بگم آخی جنابی حالی میگه که کامه قدر کسلی رو نگاه کنین آخی این همه یک کسلی کمی زود من هیچ که نگاه نمیکنم رای میکنم نمی قوازه و هیچ که جوابی رد میتنم ما میکنم من همه نمیشتر یاد سویشون هیچ که من نگاه نمیکنم التماس میکنم که من دستگیری کنه که یک سرپنه با فرزنده ما بگیرم هیچی یک خانم بدم که همین کودکا کما بگذم ما کامری ندارم کسانی سرطان مخی کودکا میگم در بدن نشوند و چرا که به سرپنه نمونم